سلام. امروز یه نگاه خیلی سریع داریم به مارگرت سیبل براون. میدونید 1866 تا 1961. آها، همون متخصص آماتور خزه‌شناسی از نواسکوشا. دقیقاً. از یه مقاله داریم میگیم نکته خیلی جالبش اینه که تو جنگ جهانی اول خب وقتی پنبه کم بود ایشون میرفت خزه اسفاگنوم جمع میکرد. آها، برای پانسمان‌های جراحی، چون خاصیت جذبی و ضد عفونی داشت، درسته؟ آره دقیقاً. خیلی کار مهمی بوده اون موقع. و نکته جالب‌تر اینه که یعنی با اینکه تحصیلات علمی رسمی نداشت اصلاً؟ نه، ولی خب تبدیل شد به یه مرجع یه جورایی برای خزه‌ها و جگرواش‌های نواسکوشا. عجب. تحقیقاتش حتی جهانی شد، یعنی نمونه‌هاش الان تو هرباریوم‌های معتبرن. هرباریوم ها یعنی همون مجموعه های گیاهی خشک شده؟ آره، برای تحقیق تو آمریکای شمالی و اروپا هستن. و خیلی جالبی که قدردانی ازش خیلی دیر اتفاق افتاد، نه؟ آره واقعا، تازه 84 سالش بود که یه مدرک افتخاری کارشناسی ارشد بهش دادن. 84 سالگی و بعد از فوتشم. تازه اسمش رفت تو تالار مشاهیر علمی نواسکوشا. خب این یعنی یه میراث مهم از یه دانشمند آماتور. دقیقاً، کسایی که با علاقه شخصی سهم بزرگی دارن. و این یه سوالی ایجاد میکنه. خب چه سوالی؟ اینکه به این فکر کنید شما چند نفر دیگه مثل مارگرت براون ممکنه باشن تو رشته‌های مختلف که کارهای بزرگی کردن ولی خب داستانشون کمتر شنیده شده.